پیغمبر اسلام فرمود از عرش خدا که رخ بزرگ نخواهد باشد. جوان فرمود یا رسول الله از عرش خدا کردم گناه ما بزرگ است. حضرت رسول الله علیه السلام میفرماید ای جوان گناه تو بزرگ است یا رحمت خدا؟ جوان جواب داد رحمت خدا بزرگ است اما گناه من خطرناک است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بگو گناه چی است؟ قصه ای قبلا برایتان عرض کردم و به زبانم نمی آید دوباره بگویم. اون قصه را به حضور رسول الله علیه السلام فرمود که از زنای چشم به زنای مرده حتی گرفتار شده بود. گفت یا رسول الله اینطور رسول خدا علیه السلام به قهر شد، از جای مبارک برخاست و حرکت کرد و گفت این فاسقی که باید به آتش جهنم بسوزد از اینجا بیرون نمایید. و رسول خدا علیه السلام از خانه بیرون میشه، حضرت عمر از خانه بیرون میشه، جوانم صحابه کرام از خانه رسول الله بیرون کرد صلی الله علیه و سلم. جوان رفت به کوه دشتای بیابانی مدینه منوره. خداوند ما را به مدینه برسانه. 7 شب و روز نان نخورد، آب ننوشید و میگفت مکرر مولای من به حضور رسول تو رفتم گناه بزرگ کرده بودم اما من به حضور تو وسیله و واسطه و شفاعت نکرد. الهی نمیدانم که تو هم مرا میپذیری یا خیر، آیا تو هم گناه مرا بخش میکنی یا خیر؟ الهی من فقط امروز تنها تو را دارم. رسول الله علیه السلام مرا از خانه‌اش ران و باید هم میران. گناهی داشت که اگر به حضور کسی دیگر میگفت حد به او جاری میکرد و او را قصاص میکرد و بندیش میساخت تا به دیگران عبرت شود. آن رسول الله علیه السلام بود که تنها برخواست و گفت این جوان را از اینجا بیرون نمایید. آن قدر گریه میکنه که عرش خداوند را در لرزه میآورد. واقعا از گریه گناهگار